بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سری خرافات مشرکین بیان شد. حماقت اولا اینه که از انعام و از حرث برای خدا هم سهمی میکشیدن و برای معبودان خود هم سهم میکشیدن. اونی که سهم خدا بود او اگر میرفت به طرف سهم معبودان آنها جدا نمی کردن و اگر از سهم آنها به طرف سهم خدا چیزی می آمد فوری جدا می کردن. می گفتن اونها فقیرن محتاجن، الله تعالی غنی بی‌نیاز. یک دیگه صورتی از صورتهای خرافات، صورت دوم، یک سری حیواناتی را و یک سری محصولاتی را برای اینا را ممنوع می کردن، خوردن آنها را، استفاده آنها را. می گفتن هذه انعام، این دامه ها و حرث و این محصولات هجر، یعنی ممنوعا، حراما، لا یطعمها الا من نشاء. از این دامه ها و از این محصولات نمیخورن مگر کسانی که ما بخواهیم. مقصد خدام و رجال دون نساء. این تقسیم بندی که یک سری دامه ها را حرام میکردن برای بعضی ها، مثلا اینها را میتوانند خدام بتها بخورن یا رجال بخورن، زنان حق ندارند اینها بخورن. هذه الانعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء. من نشاء مراد یعنون خدام الاوثان و الرجال دون النساء. تفسیر کبیر یعنی مردان میتوانند بخورن، خدمه اوثان میتوانند بخورن، دیگر زن حق نداره از این محصولات یا از این دامه ها بخورن، نگوشت اینها را. اینا مخصوص رجالن، مخصوص سدنه هستند. خب برای زنان حرامشون میکردن. الله سبحانه و تعالی این چیز را نگفته، اینها خودشون درست کردن. خب سورت سوم، انعام حرمت ظهورها. شترهایی بودند که سواری و بار آنها را حرام میکردن، حالانکه خدا سواری و بار آنها را حرام نکرده. حرمت ظهورها، پشت آنها، یعنی بار نمی کردن، سوار نمی شدن. و صورت چهارم، انعام لا یذکرون اسم الله علیها، نام خدا را بر آنها نمی گرفتن. لا فی شیء من شانها، نه موقع سواری نام خدا را بر آنها می گرفتن، نه موقع کشتن آنها. می گفتن خدا این کار را دستور داده. افتراء علی الله، بر خدا دروغ می بستند. ای نسبوا ذلك الی الله افتراء. نام خدا را نه موقع سواری، لا فی شیء من شانها، لا ان رکبوا ولا ان حملوا ولا ان حلبوا. وقتی شیر آنها را می دوشیدن، سوار می شدن، بار می کردن، نام خدا را نمی گرفتن. می گفتن این از اون ناظرهایی هستن که نام خدا اینجا نباید گرفته. این همه افتراء علی الله. بعد می گفتن اینه به خدا نسبت می دادن که خدا گفته نام من را بر اینها نگیری. سیجزیهم بما کانوا یفترون. الله تعالی میگه حتما اینها را خدا مجازات میکند به اون افتراعاتی که اینها میکردن. و سورت پنجم میگفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصة للذکورنا، آنچه که در شکم این دامه ها هست این مخصوص مردان ما و حرام کرده شده بر ازواج ما، مخصوص به مردان هست و بر زنان حرامه. یعنی می گفتن توی شکم این دامه ها هرچی هست، یک سری دامه ها را که بچه های آنها خاص حلالن برای مردان و حرامن برای زنان. خب اگر این بچه مرده پیدا می شد و این یکم میتتن فهم فی شرکا،
زن و مرد در خوردن شریک می شدن. سیجزیهم وصفهم، الله تعالی مجازات خواهد کرد آنها را بی این بیانی که آنها کردند. هر کی در شکم این دامه ها برای مردان حلال، برای زنان حرام. اگر اون در شکم مرده پیدا می شد زن و مرد می خوردن، دیگه برای زنان حلالش می کردن. این یک سری خرافاتی هستند که اهل مکه اینها را و مشرکین مکه به این خرافات مبتلا بودند. الله سبحانه و تعالی مذمت می کند و سیجزیهم وصفهم، خدا مجازات خواهد کرد آنها را به این بیان. انه حکیم علیم، الله تعالی حکیم است. تا الان مجازات نکرده، از این به بعد اگر اینها دست از این خرافات نکشند علیم آنها را عذاب خواهد داد. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، بتحقیق خاسران آنهایی که قتل میکنن اولاد خود را نظر برای غیر خدا، سفها احمقا، سفها یعنی نادانی، از روی جهالت، از روی احمقی، بغیر علم، بدون علم و دستور. خب به حضرت ابراهیم الله تعالی دستور داد فرزند خود را ذبح کن، اینها را کی دستور داده؟ و حرام میکنند آنچه را که خدا به آنها به عنوان رزق داده، افتراء علی الله، بر خدا دروغ میبندند. خدا به آنها رزق داده، این همه دامه ها برایشون حلاله، اینها سهم بندی کرده، یک سری دامه ها پشتشون حرام کرده، یک سری دامه ها شیرشون حرام کردن، یک سری دامه ها مخصوص برای مردان حلال، برای زنان حرام. این همه خرافات را الله سبحانه و تعالی میگه که اینها درست کردن و بعد این چیزها را هم به خدا نسبت میدن. حالا چقدر خرافات مردم انجام میده، شما از خرافات زمان مثلا جای سر قبر کبوتریه، قمریه، یا توی جنگلیه، نه هیزم دست میزنن، نه شکار دست میزنن، نه کبوتر دست میزنن، اینها را همه حرام. حرام حرام حرام. کجا اینها را حرام؟ حرام حرم مکه است، حرام حرم مدینه است. اینها به مشابهت حرم خدا در هر جا برای خود حرام کرده و اینا را خدا حرام کرده. غیر از حرم مکه کجا دیگه خدا حرام کرده؟ و پیغمبر علیه السلام دعا کرد که مدینه منوره هم حرمی بشه. از کجا تا کجا شما این درخت و گیاها را قطع نکنید؟ حرم حرم مکه، خدا اون حرام کرده. شما تو این کره خاکی بگردید چقدر حرم درست کرده. مثل حرم مکه کبوترش دست نمیزنن، قمریش دست نمیزنن، هیچ حتی درخت پوسیده هم دست نمیزنن. هر چقدر خشک بشه اون چوب خشک هم دست نمیزنه که تو سر قبره همونجا پوده افتاده. قدیم که خیلی خرافات بود، الحمدلله الان کم شده اینجا. سر لنگرها چیزها بود. ما رفتیم عشق و شهرت، لنگرهای بسیار بزرگ بودن، چوب بسته بودن، پرچم بسته بودن، اینها همه خودشان درست کردن. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله، و حرام کردن آنچه را که خدا به عنوان رزق اینها داده. افتراء علی الله، بر خدا دروغ میبندند که این چیزها را خدا گفته است. خدا که نگفته. همه اینها را که دنیا حرام درست کرده اینا میگه خدا گفته. کجا خدا گفته؟ افتراء علی الله کردن. هر چی در قرآن نیست و کسی بگه خدا گفته است و افتراء علی الله میکنه. در سنت نیست و بگه پیغمبر گفته، افتراء علی رسول، دروغ میبنده. قد ضلوا، خلاصه اینها گمراه شدن و ما کانوا مهتدین، اینها روی هدایت نیستند. هو الذی انشأ جنات معروشات، الله ذاتی هست که پیدا کرده باغهایی را که روی تختها هستند و غیر معروشات، باغهایی که در روی تختها نیستند، روی زمین گذاشته شده‌اند. حالا بسیار جاها دیدیم گرجه را روی تخت میبرند، این کدو را روی تخت میبرند و انگور را روی تخت خیلی میبرند.
تخت میزنن براشون، درست میکنن، انگور سوار میکنن، خوشا روی اون تخت گذاشته میشه. الله تعالی این باغهایی که روی معروشاتن، یعنی روی تختها قرار دارن، مثل انگور و مثل دیگه چیزهایی را که میبرن بالا. حالا گلخانه چیکار میکنن؟ گلخانه همینطور بالا میکشن. گلخانه این خیارها همه اینطور آویزن به نظر میان. چطورن؟ همین تعویزن. خب همینه، این گلخانه هایی که روی تخته ها قرار دارن همون نخ تختیه و غیر معروشات هستند. و نخل خدا پیدا کرده، نخ درخت خرما را، و زراعت ها را مختلفا اکلوه، همه این چیزها در حالی که مختلفا میوه های آنها. زیتون پیدا کرده، رمان مشابه هستند در صورت و غیر متشابه در مزاتان. خلاص کلوا من ثمره، بخورید از ثمر این چیزهایی که ذکر شدن. اذا اثمر، وقتی اینها ثمر میدن. و آتوا حقه، و حق خدا هم بدهید یوم حصاده، روزی که شما اینها را قطع میکنید و میبرید. زکات و عشر حق خدا، حق خدا را بدید. خبری از سهم خدا نیست، لیکن سهم ما مرتب میره. فارغ کنید این همه چیز را من دادم به شما که حق خدا که عشر هست یا نصف عشر، اینو باید دیدید. یوم حصادی دیدید. حق فقرا مساکینه شما همه میخورید توی پالیزی و یک خربزه به مسکین نمیدید. این که ظلم شد. 10 خربزه 9 خربزه مال فیک، یکی مال مستقر، مال فقرا مساکین غارمین. ولا تسرفو، اسراف نکنید که برای غیر خدا نظر کنید. نظر غیر خدا اسرافه. اسراف چی چیز میگه؟ انفاق مال در غیر مال. نظر خدا بزرگترین اسراف تجاوزه. انه لا يحب المسرفین، بدرستی که اللہ تعالی دوست ندارد آنها را که اسراف میکنن، یعنی مال را در غیر مورد خرج میکنن برای غیر الله، برای خوشنودی غیر الله. بزرگترین اسراف همینه. اللہ تعالی این مسرفین را دوست ندارد. خلاص اللہ تعالی خلق کرده من الانعام، از دامها حمولتن، اونها که قد بزرگ دارن مثل گاو و شتر و اسب و الاغ و فرشا، اونهایی که فرشن به زمین نزدیکن، قد و قوت بزرگ ندارن. گوسفند ها، بز و گوسفند همه اینها فرشن، و گاو و شتر و خر و اسب و الاغ و اینها همه حموله هستن که بار بر آنها حمل میکنن. خلاصه بخورید از آن که خدا به شما رزق داده و اتباع نکنید قدمهای شیطان را در تحلیل و تحریم. این شیطان لعنتیه، بسیاری از شترها را حرام کرده، بسیاری از گاوها را حرام کرده، بسیاری از گوسفندها را. دنبال شیطان نری، از طرف خود حلال و حرام درست نکنید. همه این خرافات یاد شما باشد، همه این خرافاتی که مردم انجام میدن این عبادت شیطان و اتباع شیطانه. این خاطر قرآن میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، در تحلیل و تحریم قدم های شیطان را اتباع نکنید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شما را بدبخت کرده. حالا انواع و اقسام دامهای درست کرده، یک سری شترها را حرام، یکی را حلال از طرف خود. این پشتش حرامه، این شیرش حرامه، این سواریش حرامه. الله سبحانه و تعالی میگه چرا شما اینقدر خدایی میکنید حرام و حلال؟ من که 8 صنف حیوان برای منفعت جهان خلق کردم، گاو نر و ماده، شتر نر و ماده، بز نر و ماده، میش هم نر و ماده. آیا علت حرمت چیه؟ ماده بودنه، نر بودنه، یا اینه که نه تو شکم مادر بودن؟ عقلی اللہ تعالی از اینا میپرسه. اگر ماده بودن علت حرمت تو همه ماده ها را حرام کنی، چرا این ماده را حرام میکنی دین حلال میکنی؟ اگر علت حرمت اینه که این نره تو همه نرها حرام بشن، چرا این نر حرام این نر حلاله؟
یا اگر علت حرمت اینه که نه تو شکم مادر بودن، نه توی رحم بودن، ارحام بودن، اشتمال ارحام سبب حرمته، تو نر و مادر همه تو شکم بودن. با چه چیزی شما اینا حرام میکنید این حلال میکنید؟ این حرامه برای مردان، این حلاله برای زنان. این برای زنان حرامه، این برای مردان حرامه. همین چیزی بوده خرافات آنها قرآن ذکر کرد. حالا با یک دلیل عقلی یا خدا اینها را حرام کرده، اگر خدا حرام کرده تو دلیل بیاری. ثمانیت ازواج این مفعول بهیه، خلق یا بدل از خولتن و فرشا. اللہ تعالی خلق کرده حموله و فرش از انعام، یعنی 8 سن من الظان 2 از میش 2 سن، میش و کوچ. حالا زن در زمان بلوچی ما حسبی پس، چه حسبی پس هم 2 نر و ماده. و من الماز یعنی از بوز سیاه پس، ما در بلوچی میگیم سیاه پس، حسبی پس. در بلوچی در فارسی میں فرقش نمیدانم. بوز و گوسفند، خب گوسفند بعد نر و ماده و بوز هم نر و ماده. خب اینطور بگید تو ایراد نگیری، من که همینطور میگم. ما دیگه حسبی پس و سیاه پس هستیم. حسبی پس باز نر و ماده، سیاه پس نر و ماده. میره نی دلاوتی ولی چی بلدی؟ و من الظان 2 و من المعد 2. حالا اغلا بگید ذکرینی حرم عامل انثیین. آیا اللہ تعالی 2 نر را حرام کرده یا 2 ماده را؟ کوچ و بوز نر را حرام کرده که ذکرین، یا میش و بوز را حرام کرده که انثیین؟ کدوم حرام کرده؟ اگر نرها را حرام کرده و همه نرها حرام، اگر ماده ها را حرام کرده و همه ماده ها حرام. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون دامی را که اشتمال داشته است بر آن دام ارحام 2 ماده. علت حرمت اینه که توی شکم مادر بودن، تو رحم بودن، تو همه توی رحم بودن، هم نرا بودن هم ماده ها بودن، همه نرا همه ماده ها. علت حرمت چیه؟ یا آن چیزی را که اشتمال داشته بر آن ارحام ماده ها. تو اگر اشتمال ارحام سبب علت حرمته، سبب و علت حرمته، پس تمام این نر و ماده ها توی شکم بودن، همه را حرام بودن. علت حرمت چیه؟ نبئونی بعلمی، با یک آثار علمی نقل صحیح بیارید، از ابراهیم بیارید، از اسماعیل علیه السلام بیارید، از کتب الهی بیارید. نبئونی بعلم، شما خبر بدید با یک علم، یعنی یک ماخذ علمی بیارید، از حضرت ابراهیم علیه السلام، از حضرت اسماعیل علیه السلام، یا از کتب الهی. ان کنتم صادقین، اگر شما در دعوای تحریم ساخته خود در این تحریمات راست میگی، بیایید با یک علم بیارید. کدوم این نرا حرام کرده، این حلال کرده. اگر نرا حرامن تو همه نرا حرامن، اگر ماده ها حرامن تو همه ماده ها حرامن. یا اگر علت حرمتی نه که تو شکم بودن، پس همه هم تو شکم بودن. با یک علم مطالبه دلیل نقلی از کتب سابقه یا از انبیاء علیهم السلام. اگر شما در دعوای تحریم این اشیاء راست میگی، دلیل بیارید. خب بعد اینا بیان حمولت، از شتر 2 قسم نر ماده، از گاو هم 2 قسم نر ماده. بگیر ذکرین حرم الانثیین، 2 نر، یعنی نر شتر نر یا گاو نر را حرام کرده، الانثیین یا 2 تا ماده را، گاو ماده و شتر ماده را. یا آن چیزی را که اشتمال دارد بر آن ارحام انثیین. کدوم چیز را خدا حرام کرده؟ ذکرین را حرام کرده، انثیین را حرام کرده، یا آن چیزی را که در رحم بوده. اگر نرا حرامن تو همه نرا حرامن. اگر علت حرمت انوثت و مادگی، همه ماده حرام میشن. یا علت حرمت اینه که تو شکم بودن، اگر تو شکم بودن تو همه باید حرام میشن.
دیدی بعضی ها را توی شکم حرام کردن. ما فی بطون هذه الانعام محرمة علی خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا. اگر مثال اینه که توی شکم ہے تو همه توی شکم برای همه حرام بشن. ام کنتم شهدا، یا شما حاضر بودید یا بودید شما حاضر هنگامی که خدا شما را وصیت کردیم تحریم و تحلیل، این حرام این حلال، حضور داشتید خدا چنین دستوری داد؟ نه. پس اینها همه خرافاتی هستند که شما درست کردید و نعوذ بالله به خدا نسبت بدید. چه کسی ظالم تر میتواند بشود از آن انسانهایی که افترا میکنن بر خدا، دروغ بر خدا میسازن. خود میگه خودشون حرام میکنن، میگه خدا حرام کرده، خدا که نکرده حرام. اینها ظالم ترین انسانهایی که افترا میکنن بر خدا دروغ را. چرا این افترا میکنن بر خدا دروغ را؟ لیضل الناس بغیر علم، تا انسانها را گمراه کنن بدون علم و مدرک. ان الله، به تحقیق خدا، لا یهدی القوم الظالمین، به مقصد نمیرساند قوم های ظالم. اون قوم هایی که ظالمن و بر خدا دروغ میبندن، اینها ظالم ترین انسان. چیزی را خدا نگفته اینا میگه خدا گفته، چیزی را رسول نگفته اینها میگه رسول گفته. اینها واقعا ظالم ترین انسان در کره خاکی. خیلی باید انسان محتاط بشه. کاغای بات ہے کہ خدا و رسول گوشتن، چرا دروغ میگی؟ خدا و رسول کجا گفته؟ ہاں کجا خدا در قرآن گفته؟ کجا پیغمبر در قرآن گفته؟ و خدا گفته که انبیاء و اولیاء من. بعضی ها میگن که بله خدا انبیاء و اولیاء را خلق کرده. خب بله درسته، خدا انبیاء و اولیاء را خلق کرده، در این شکی نیست. بله خدا گفته که انبیاء و اولیاء را بخوانید، برای آنها نذر بدید، موت و حیات آنها را تجلیل کنید. کجا خدا گفته؟ موت و حیات انبیاء را شما جشن بگیرید، بزنید خود را، نذر بدید، آش بدید، بک بدید. اگر گفته خدا بیاری بگید. آنچه خدا گفته کمر شما شکسته. خدا گفته اقم الصلاة، مساجد شما قفلن. نه گفتم. خب اونجایی که خدا نگفته سر قبر اینقدر ریختن مثل مور و کر، دست و پا را نمی بینن. و اونجا که نام مسجده یک نفر را هم نمی بینن. قبرها را نگاه کنید چقدر آبادن و مساجد را بگینید که طور ویرانه، یک عبادت گزاری دیده نمیشه در مسجد. شما صبح الان رمضانه برید دهن این مسجدان نگاه کنید چقدر مسلمان میاد برای نماز. آیا ائمه توی مساجد نماز میخوانند یا نه تو خانه نماز میخوانند؟ نمازهای فرضی را ائمه کجا میخوانند؟ پیغمبر شما کجا نماز میخوانند؟ فرائض را تو مسجد میخوانند، با جماعت میخوانند. سبحان الله. آنچه خدا گفته ما عمل نمیکنیم، آنچه نگفته تجلیل به اعتقاد چی که برای ما پرده شفاعت میکنن. نه نبی نه ولی برای بی نماز شفاعت نمی کند. بی نماز مجرم خدا هست، هر کس را خدا مجازات کند، هیچ کسی نفس هم نمیتونه بکشه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. بگو پیغمبر من نمی بینم در آن کتابی که وحی کرده شده به جانب من حرامی بر هیچ طاعم و خورنده‌ای که بخورد آن را الا آن اگر میت است تو حرامه، اگر دم مسفوح است تو حرامه، علال اگر لحم خنزیر است حرامه. چرا؟ این لحم خنزیر پلید نجسه او فسقن یا گناهی است، یعنی نظری است یا ذات فسقی است که احل لغیر الله به صدا بلند کرده شده بر آن برای تعظیم غیر خدا. نظر غیر الله را اللہ تعالی میگه فسق او فسقن، یعنی ذات فسق، ذات گناه، شرک.
نظر غیر الله چرا حرامه؟ شرک. نظر عبادت برای خدا هست. وقتی او اهل صدا بلند کرده شده برای تعظیم غیر خدا بر آن، اینها حرامن. این 4 محرمات الهی هستند که در 4 سوره ذکر کرده به همین رواله. نظر غیر الله گوسفند باشد، شیرینی باشد، آش باشد، بط باشد، همه داخل. شیر باشد، اینا فسق، چون برای غیر خدا نظر شده اند، شما حق نداری بخورید. نظر غیر الله عبادت غیر الله هست. شما که بخورید اون عبادت غیر الله تایید میشه. نجس نخورید، هیچ چیز نظر غیر الله رو نخورید، حتی خود مشکل گشار هم نخورید، اینها نجس هست. خدا اینها را نگن رجس پلیده. اهل لغیر الله صدا بلند کرده شده برای تعظیم غیر خدا بر سر اینها. باز هم الله تعالی مهربانه. اگر شما مجبور شدید، فمن استر، هر کسی مجبور قرار داده شد بخوره غیر طالب لذت باشد و غیر عود کننده باشد، برای لذت و خوشی نخوره، اندازه نیاز بخوره، بار بار هم نخوره. کسی مضطر شد دیگه غیر از خوک دیگه هیچ چی گیر نمیاد، غیر از زمین میته دیگه هیچ چی گیر نمیاد، تو مجبورید لحاظا زندگی خود را تامین بکنید. اینقدر خدا مهربان. حرامهای الهی در صورت اضطرار برای بندگان حلال، اگر نخوره مجرم بمیره از روز. اضطرار همونه که هیچ چیزی جز خوک گیر نمیاد. مثلا حالا این خدا برای ما در صورت اضطرار حلال، همین قانون شریعت است که از ضرورت و تبیح المحظورات، عکس گرفتن حرامه لیکن برای ضرورت مباحه. شما را به حج نمیگذاره، شما را برای کسب و کار نمیگذاره، شما را نمیگذاره پشت فرمان ماشین بشینید اگر گواهی نامه مؤکد نباشد که گواهی نامه را اعتبار نمیکنه. درسته؟ تو لحاظا ما مجبوریم که عکس ما زده بشیم. گذرنامه است، گواهی نامه است، شناسنامه است یا دیگه کارهایی که عکس میخواد. بی خاطر اندازه ضرورت عکس گرفتن مباح است. خدا قانونی ذکر کرده فمن استر غیر باغ ولا عاد. عکسهای یادگاری باز هم ضرورت نیست. و علی الذین هادوا، و همچنین بر آنهایی که یهودی شدند، نه بنی اسماعیل یعنی فرزندان یعقوب علیه السلام، جریمتا نافرمانی کردن، حرمنا کل ذی ظفر، حرام کرده بودیم ما هر صاحب اون ناخن را. شتر 2 ناخن داره، یک پنجه 2 ناخن داره، اسب هم اینطور. شتر، مرغ، بط، مرغابی، اینها ناخن داره. ببینید وسط پاشون وصله. اینها را الله تعالی میگه بر آنهای جواب سوال مقدره. الله تعالی میگه پیغمبر گفت که من حرامی در ما اوحی غیر از این 4 تا نمیبینم. و بر یهود بسیار چیزها حرام بوده. الله تعالی میگه ذات اونها حرام نبوده، اونها نافرمانی کردن، من جریمهشون کرده، حرمت آورده. هر صاحب ناخن را بر آنها من حرام کردم. علی الذین هادوا من حرام کردم کل ذی ظفر، شتر و مرغابی و شتر مرغ غیره. و از گاو و از گوسفند حرام کرده بودم بر سر اینها، پی گاو و گوسفند را، پی کلیه را حرام کرده بودم. پی معظمی تو کلیه تو پی هست، درون اونها پی هست. باز از یا الا ما حمل ظهور، ما آنه که بر پشت دام پی هست اونها حلال. اول حوایا یا بر روده ها پی هست، روده پی داره. او مختلط بیعظمین یا در استخوان پی هست، روغن استخوان. این 3 تا حلال، باقی پی ها همه حرام. پی دنبه حرام، پی کلیه حرام. این هم من برای یهودی ها حرام کردم، لیکن جریمتن. چکار؟
جریمه کردم اینا، حرمنا ذالک جزیناهم ببغیهم، این حرمت مجازات کردم من آنها را به خاطر ظلم آنها. و انا لصادقون، و ما راست میگیم که تحریم قدامت ندارد. بنی اسرائیل نافرمانی کردن، جنایت کردن، اللہ تعالی به ذریعه چه نبی این چیزها را بر آنها حرام کرد. شما نافرمانی کردی پی نخورید، شما نافرمانی شتر نخورید، بط و مرغابی نخورید. خب این حرجیه دیگه. شترها حلالند، حالا مردم در این دیار از خرا استفاده نمی کنن. تو این کوها اینقدر خر ویله و اینقدر زیادن، حالا مثل وحش شدن، اونا رو بار نمی کنه، سوار نمیشه. اگر اینها را گاگای بعضیا برای فوت دادن بیچارها را هم میزنن، وحشی هن دیگه، فرار میکنن، تفنگ میزنن بهشون. و اگر خدا اینها را حلال میکرد تو چقدر ویلن. بینگ به گوشتی خرا خدا حرام کرده، شتر حلال کرده. اگر امروز بر شتر بار و سواری و غیره نیست، لیکن برای جاهایی که بار و سواری از شتر استفاده نمی کنن، برای بار و برای سواری از ماشین و از موتور استفاده می کنن، گوشت شتر چه منافع بزرگی دارد. اگر گوشت استفاده می و حرام کردن، چرا انسان در تنگ قرار میگیره. فین کذبوکا، اگر بعد از این بیان تفصیلی محرمات الهی و محرمات غیر الله، محرمات غیر الله را حلال بدانید، محرمات الهی را حلال بدانید. بعد از این بیان اگر شما را تکذیب کردن، پس بگو بیانا که رب شما صاحب رحمت واسع که شما چند سبای مهلت میده، لیکن عذاب خدا از قومهای مجرم و جانی که از طرف خود حلال و حرام درست میکنن هرگز رد کرده نمیشود. لا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ببین دلیل مشرک را در طول تاریخ، مشرک برای شرک خودش، برای تحلیل و تحریم خودش دلیل مشیت خدا را میگیره. اگر خدا نمیخواست شرک ما را، به زعم شما ما مشرکیم، بله، اگر خدا شرک ما را پسند نمیکرد و ما قدرت شرک کردن نداشتیم، و اگر خدا تحلیل و تحریم ما را پسند نداشت خب ما هم نمیتونستیم، یعنی خدا فوری ما را ایست میداد. مشرک برای توجیه کفر و شرک مشیت خدا را مطرح میکنه، حالا که مشیت خدا در هر چه هست، رضای خدا نیست. از این حرام هایی که شما درست کرده اید مشیت خدا هست، رضای خدا نیست. مشیت خدا با رضای خدا زمین تا آسمان فرق دارد. حتی مشیت ما، مشیت رضای ما فرق دارد. بسیاری راه ما میریم خوش نداریم، پسند نیستیم. بسیاری حرف ها ما میزنیم لیکن خوشحال نیستیم. بسیاری مسافت ها ما را دست ما را میگیرن، چشم ما را میبندن و ما را میبرن، ما با اراده میریم لیکن خوشحالیم از این حالت. همینه الله سبحانه و تعالی رضاش کرے. پس میگوین کسانی که شرک کردن، اگر الله میخواست چه چیز را؟ عدم شرک را، تو ما اشرکنا، ما شرک نمی کردیم و نه آبای ما شرک می کردن و نه ما حرام می کردیم چیزی را. پس همه چیز با مشیت خدا درسته. شرک مشرک با مشیت خدا، تحریم مشرک با مشیت خدا، لیکن رضای خدا نیست. الله تعالی میگه این مشیت من را دلیل کفر و شرک و بدعت و تحلیل و تحریم قرار دادن، این دروغه. كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل اینها تکذیب کردن قبل از اینها بودن، تا اینکه آنها چشید عذاب من را، اینها هم چشن خواهند چشید عذاب ما را. دلیل میخواد برای حلال و حرام، برای توجیه شرک. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، شما علمی دارید برای تحلیل و تحریم اشیاء تو ظاهر کنید آن را برای ما. شما در عقیده شرکی و در تحلیل و تحریم اشیاء پیرو گمان خود هستید، یعنی خیالات فاسد بدون مدرک. شما اتباع نمی کنید در عقیده الا ظن، مگر گمانها و خیالات تصورات را. و این انتم الا تخرصون، نیستید شما مگر تخمینی حرف می زنید.
قل بگو برای اینها ای پیغمبر فلله الحجة البالغه، به خدا اختصاص دارن دلائل بسیار غالب مقتدین که هدایت میشون، لیکن توفیق ایزدی شامل حال نیست، به خدا اختصاص دارد دلائل بالغه. اگر خدا میخواست هدایت همه را جبرا لهداکم اجمعین، خدا میدانست با قدرت قهریش همه شما را هدایت کند، لیکن مشیت خدا شده که شما برید تو جهنم. و شما اگر برای مشیت خدا راضی است، مشیت خدا همینه، شما را تو کفر نگاه میداره و بعد تو جهنم میبره. اون دلیل عقلی، دلیل نقلی. هلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا، بیارید اونهایی که بیان میکنن، یعنی مؤسسین ضلالت را، خبرای خود را، آنهایی که اسسوا الضلالات زلالاتهم، نه که گمراهی شما را اساس گذاشتن، اونها را شما حاضر و ناظر میداری. بیارید گواهان خود را که گواهی بدهند که ان الله حرم هذا، این چیز را خدا حرام کرده. بیارید آخوندهای خود را که خدا این چیزها را مشروع کرده. امروز اینها که خرافات انجام میدن، شما از اینا دلیل بخواهید، برای این خرافات دلیل بیارید از خدا، از پیغمبر. خدا پیغمبر گفته خود را زنجیر بزنید تو خیابان، جامعه خود را سیاه کنید، سر و سینه خود را بزنید. کجا خدا گفته؟ این قرآن خدا، این سنت پیغمبر. هلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا، اگر به فرض محال آمدن آخوندها گواهی دادند و فلا تشهدوهم، شما گواهی ندید. ای فلا تصدقهم فانه کذب بحت، یک دروغ خالص است. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، دستور عمل اینه پیغمبر، شما اتباع نکنید خیالات و تصورات کسانی را که آیات ما را تکذیب کردن. من در آیات تحلیل و تحریم را بیان کردم، اینا تکذیب کردن، از طرف خود تحلیل و تحریم درست کردن. شما حرف آنها را نپذیرید، اتباع خواهشات آنها را نکنید. و آنهایی که لا یؤمنون بالله، به خدا ایمان ندارن، و هم بربهم یعدلون، آنها با پروردگار دیگران را در عبادت برابر میکنند. همانطور که خدا را میخوانن برای خدا نصر میدن، اینها غیر خدا را هم میخوانن برای غیر خدا نصر میدن. اینها با خدا دیگران را برابر کرده، اصلا حرف اینها را نپذیری. بگو بی اینها پیغمبر تعالوا بیای اتل ما حرم ربکم، من تلاوت میکنن اون چیزهایی را، حکم اون چیزهایی را که خدا بر شما حرام کرده. شرک را خدا بر شما حرام کرده. ان تشرکوا بالله، اول امرکم، اینجا الله تشرکوا بالله معمولش محذوفه. بیاین مردم اتل ما حرم ربکم علیکم، آنچه را که خدا بر شما حرام کرده من حکمش میخوانم برای شما. دستور داده خدا به شما که با خدا کسی را شریک نکنی، لا تشرکوا به شیئا. چرا؟ که با خدا کسی را شریک کردن حرامه. دستور داده شما را که شما شریک نکنید با خدا هیچ چیزی را، که با خدا چیزی را شریک کردن این شرک حرامه. و خدا به شما دستور داده که بالوالدین احسانا، به والدین خود نیکی کنید. نافرمانی والدین و عصیان والدین این حرامه. به والدین نیکی کنید، نافرمانی والدین نکنید که نافرمانی والدین حرامه. ولا تقتلوا اولادکم، قتل نکنید اولاد خود را که قتل اولاد حرامه. از ترس گرسنگی، املاک من از ترس تنگدستی و گرسنگی. چرا؟ ما هم شما را رزق میدیم، هم اولاد شما را بشکنید. به دو طریق اولاد خود را مشرک مکه قتل میکرد. یکی به این خاطر که ما گرسنه میشیم، اینقدر نان از کجا بیاریم برای اولاد. الله تعالی گواه به ایمان خطر گرسنگی خود شما، من هم شما را رزق میده، هم اولاد شما را رزق میده. اولاد خود را قتل کنید از ترس گرسنگی.
و یک طریقه این بود که خب ما که زنده این کسب و کار میکنیم، لیکن وقتی ما میمیریم اینها بدون کسب و کارن، زنن میمیرن گرسنگی. الله تعالی اونجا فرمود نحن نرزقهم و ایاکم، اونها را که شما از ترس گرسنگی آنها میکشید که بعد از شما گرسنه میشه، شما که در جنگ ها میمیرید، اونها را من رزق میدم. شما از ترس گرسنگی آنها را نکشید. و نزدیک فاحشه نرید، فواحش کارهای بی‌حیایی که حرام است. آن فواحشی که ظاهر از آنها مثل لختی، این کار بی‌حیایی علنیه. و ما بطن، و آن فواحشی که مخفیان، یعنی زنا محرمانه و سری. نه ظاهرا زنا کنید و لخت کنید خود را، و نه در خلوت. لا تقربوا الفواحش، نزدیک فاحشه نرید. اون فواحشی که ظاهرند آنها و آنهایی که مخفیند، این ما ظاهر منها و ما بطن بدل از فواحش. فواحش دوان، یکی ظاهره، جنک خود را لخت میکنه میره تو خیابان، این فاحشه ظاهره، همه را به خودش متوجه میکنه. این همه فاحشه های ظاهری. فاحشه باطنی اونه تو خانه، اینجا دیگه برکا و چرکه و تو دا خانه دیگه تماس باین و باورو. نزدیک فواحش نرید که نزدیک فواحش گناه حرام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قتل هم نکنید نفسی را که خدا قتل او را حرام کرده. چرا که قتل نفس ناحق او حرامه، الا بالحق، مگر از طرف شر. حق اینه که زنا کند بعد از احسان اون رد میکنی، یا اینکه مرتد بشه بعد از اسلام، و یا اینکه کسی را بکشه. کتاب دیگر تمام قتل ها ناحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر از طریق شرعی. ذالکم وصاکم، بی این چیز خدا شما را توصیه میده. بی این چیز خدا شما را، بی این چیزها شرک نکنید که حرامه، نافرمانی والدین نکنید که حرامه، قتل اولاد نکنید که حرامه، نزدیک فواحش نرید که حرامه، ما ظاهر ما بنا. و قتل نفسی که خدا قتلان را حرام کرده نکنید که اینها حرامن. بی اینها خدا شما را توصیه میکند. وصاکم بهی لعلکم تعقلون، تا شما عقل کنید و بفهمید. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید الا باللتی احسن، مگر به اون طریقه دیبا. برای خدمت مال یتیم بیایید، برای رشد مال یتیم بخواهید، حتی که یتیم برسد به قوت و طاقت خودش. که مال یتیم را خوردن این آتش جهنم خوردن. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کیل و وزن خود را کامل کنید، عدالت کنید. اینطور نباشد که کیل کم کنید و بدید، وزن کم کنید و بدید، این دیگه کار بدیه. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، ما تکلیف نمیدیم هیچ نفسی را مگر به اندازه طاقت آن نفس. مقصد اینه که شما خیانت در وزن و کیل نکنید. اگر بالفرض وزنی کردید اشتباه کردید، کیلی کردید اشتباه کردید، خدا که دیگه تکلیف روی اشتباه نمیگیره. عمدن قصدن وزن و کیل شما کم نکنید. کسانی که تجارت میکنه اشتباه میکنن، در وزن اشتباه میکنن، قدیم پول را وزن میکنن، در حساب اشتباه میکنن. اون چیزی را که اونا هیچ فکر نکنن خب در طاقت آنها نیست، خدا گرفت نمیکنه. مگر باز احتیاط هم بشه، یه توجهی نشه. لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا، وقتی سخن گفتی سخن عدالت بگی، سخن توحید بگی، سخن شرک نگی. هیچ کسی را از مقام بندگیش به مقام الوهیت نرسانی. ولو کان ذا قربا، از این گفتها مراد گواهیه، شاهدیه. شما وقتی گواهی میدید، شاهدی میدید، اون عدالت کنید. اگر که اون مشهود علیه رشته‌دار شما
بر علیه او گواهی شما تمام میشه، تمام بشه، تو چرا خیانت میکنی؟ و به عهد الله اوفو، و عهدهای الهی را کرده اید ایفا کنید. تمام عهدی و قول و قراری شما کلمه خواندید با خدا کرده اید، این عهدهای الهی را ایفا کنید. ذالکم، به این چیزهایی که ذکر شدن و دستور داده شد شما را وصیت میکند الله به این چیزها، تا شما شکرگزار و پندپذیر باشید. لعلکم تذکرون، شما پند بگیرید. و ان هذا صراط مستقیم، همینه که این حرام ها را حرام بدانید و حلال های من را حلال بدانید. صراط مستقیم من همینه. ان هذا، این حرام های الهی حرام بدانید، حلال های الهی حلال بدانید. راه من خدا اینه که مستقیم، راست. در تحلیل و تحریم اشیاء شما حق دخالت ندارید. از طرف خود چیزی را حرام کنید، از طرف خود چیزی را حلال کنید. این حق را من به شما ندادم، این حق مال منه. من هر چیز را حرام میکنم، هر چیز را حلال میکنم. ولا تتبعوا السبل، راههای مختلف را نبرید که این راه شما را فرق میکنن از جاده اصلی که جاده خدا. راه شراب، راه نافرمانی والدین، راه در کمی وزن و کیل، راه گواهی ناحق، این راه را نبرید که این راه شما را فرق میکنه از جاده اصلی. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، این راه شما را فرق میکنه از راه اصلی خدا. به این چیزها شما را وصیت میکند الله. بذالکم، این کم کاف حرفیه، کاف اسمی نکنید. این چیزها وصیت میکند به آنها شما را خدا شما را به این چیزها وصیت میکند تا که شما متقی بشید از مخالفت صراط مستقیم. این ثم تعقیب ذکریه. بعد از این حرفان بشنوید که ما داده بودیم به موسی کتاب تورات، او کامل بود برای آنهایی که خوب عمل میکردن. تماما علی الذی، یعنی کامل بود برای آنهایی که عمل میکردن خوب. و تفصیلی بود این کتاب که به موسی دادیم برای هر چیزی که لازمی و ضروری بود. و هدایتی بود این کتاب حضرت موسی برای تمام انسان ها، علم و رحمتی بود برای قبول کنندگان، تا که این انسان ها به ملاقات رب خیش یقین کنند. خب الان دور تورات گذشت، الان دور قرآن هست. هذا کتاب، خبردارین یک کتاب بسیار عظیم و شان است. انزلناه، من اینا نازل میکنم، مبارکون، پر از برکت هست. لہذا الان تو دور تورات انجیل گذشته، فاتبعوه، این کتاب مبارک را اتباع کنید. واتقوا الله، بترسید از مخالفت این کتاب تا که شما مورد رحم قرار گیرید. حکمت انزال اینه که شما نگید انما انزل الکتاب لئلا تقولوا، این کتاب را من نازل میکنم تا که شما نگویید پردای قیامت انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا، نازل کرده شده است کتاب قرآن بر دو طائفه، یهود و نصارا قبل از ما، و ما از خواندن آنها غافلیم، نمیدانیم، زبان ما بانان نیست. الله تعالی میگه من قرآن را به زبان عربی و آخرین کتاب را آوردم که پرده قیامت که شما این عذر پیش خدا مطرح نکنید که به تحقیق بودی ما از درس و تعلیم این کتاب به خبر. یا نگید که اگر نازل کرده می شد بر ما کتاب، ما می شدیم هدایت یافتر از یهود و نصارا در عقاید و عمل. پس الان آمده بینه عجیبه و حجت از جانب رب شما و هدایت در عقاید و رحمت در عمل. قرآنی که بینه هست از نظر دلیل، هدایت است برای عقاید و رحمتی است برای عمل. زجر بعد از آمدن این کتاب کافی و شافی، هر کس آیات را تکذیب کرد و بدبخت. چه کسی ظالم تر میتواند بشود از آنهایی که تکذیب میکنه آیات ملکوتی خدا را در باب توحید و اعراض میکنه از اون آیات توحید. ان قریب است که من جزا بدم آنهایی را که اعراض میکنه از آیات ما، بدترین عذاب
به سبب اینکه اینها اعراض میکردن. یصفون معنی یعرضون، از دستورات الهی اعراض میکردن. تخویف دنیوی. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت. این تخویف دنیوی. اللہ تعالی می مشرکین مکه انتظار ندارن مگر اینکه فرشتگان عذاب بیان اینا را قبض روح کنن، یا بیاید حکم رب به عذاب کوچکی در دنیا، یا بیاید بعضی از آیات رب که مراد طلوع شمس وغیره از مشرق و در توبه بسته میشه. یوم یاتی بعض آیات رب، که روزی که میآیند بعضی از آیات رب شما، تو اون روز یعنی خورشید از این طرف طلوع میکنه، این آیات ربه. اون روز هر که ایمان بیارد ایمانش درد نمیخورد. این ایمان بعده. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، سود نمیرساند به هیچ نفسی ایمان آن که نبوده اون نفس ایمان بیارد قبل از طلوع آفتاب، قبل از طلوع آفتاب از قسمت مغرب، یا نبوده کسب کند در ایمان خودش خیر. حالا ایمان داشته خیر انجام نداده، حالا در خیر هم بسته میشه، در ایمان هم بسته میشه، در خیر هم بسته میشه. قل انتظروا، مزید برای تهدید بگوی پیغمبر شما انتظار بکشید که ما هم انتظار میکشیم. شما انتظار بکشید برای نابودی ما و ما انتظار بکشیم برای نابودی شما. ببینیم در پایان چی میشه. ان الذين فرقوا دینهم، به تحقیق آنهایی که تکه تکه کردن دین خود را، و کانوا شیعا، و گشتن شیعه دسته دسته، لست منهم فی شیء، شما هیچ تبانان نیست. اینهایی که شیعه شدن دسته دسته شدن، شما از اینها نیستی، پیغمبر و آنها شما نیستی. انما امرهم الی الله، شیعه به معنی گروه ها شدن. شیعان جمع شیعتون، گروه ها شدن، شما از آنها نیست. انما امرهم الی الله، خب معامله اینها خیلی جانیه به طرف خدا است. باز خدا خبر میکنه اینها را به آنچه که اینا عمل کرد. من جاء بالحسنه، هر کسی حسنه انجام بدهد و بیارد، تو فله عشر امثالها، 10 برابر اون حسنه ما بهش میدیم. و من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها، هر که بدی بکند جزای همون یک بدی بهش میرسد. یک بدی 10 بدی نمیشه. هر که بیارد سیئه فلا یجزی الا مثلها، مگر مثل همون. و هم لا یظلمون، همه اینها یک ذره ظلم کرده نمیشه. حسنات کسی به پای حساب نیاید، این هم ظلمه. سیئات مضاعف بشن، این هم ظلمه. هر دو صورت ظلم منفیه پیش خدا. جزا داده نمیشن مگر مثل اون سیئه، و یک ذره ظلم کرده نمیشن که اضافه بر سیئه عذاب میدن. اعلان اول. قل، از اینجا چند اعلان خدای عزوجل از زبان پیغمبر در پایان سوره، گوش کنید، در پایان سوره مائده که مسئله توحید را در بعد شرک فعلی و شرک اعتقادی و در بعد شرک اعتقادی و فعلی در سوره انعام بحث شد. الان چند اعلانن. اعلان اول، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگوی پیغمبر هدایت کرده من رب به دلائل ثلاثه عقلی نقلی واحد به طرف صراط مستقیم. یعنی اینجا بده صراط مستقیم مبدل منه دینا قیاما ملت ابراهیم حنیفا بدله. رب من هدایت کرده به صراط مستقیم، یعنی به یک دین بسیار مضبوط و لم یتغیر، یعنی آیین ابراهیم خلیل الله. فهمیدی؟ صراط مستقیم دین مضبوط، دینی که لم یتغیره، اون هم ملت ابراهیم حنیف هست، آیین ابراهیم خلیل الله، ابراهیمی که از تمام باطل اعراض داشت. حنیف به معنی مائل الی الحق و مورد عن الباطل و ما کان من المشرکین، ابراهیم از شرک کنندگان نبود. شما فکر کنید اینا. خب اعلان اول اینه که من رب صراط مستقیم هدایت کرده. و اعلان دوم اینه
قل بگو فرائض که به عهده پیغمبر بودن. بگو پیغمبر ان صلاتی و نسکی، نماز من یعنی عبادت بدنی من از سجده و رکوع و طواف انجا گرفته، و نسکی عبادت های مالی من قربانی و غیره گرفته، و محیایا زندگی هر لحظه زندگیم، و مماتی هر لحظه مرگ من لله به خدا اختصاص دارد که رب العالمین است. به خدا اختصاص دارد. چرا او رب العالمین است؟ الله تعالی شریک ندارد، نه در عبادت من شریکی دارد جانی و مالی، نه در موت و حیات من خدا شریکی ندارد. همه چیز من به خدا اختصاص دارد. و بذالک امرتو، ماموریت من پیغمبر هم همینه که من همه عبادت های جانی و زبانی و مالی را به اختصاص بدم. موت و حیات من به اختصاص دارد. من زنده هم برای خدا، میمیرم هم برای خدا. من برای دیگه چیزی زندگی من نیست. سبحان الله. و انا اول المسلمین، من موافق این حکم خدا اولین کسی هستم که تسلیم شدم. اعلان سوم، قل اغیر الله ابغی ربا، آیا غیر خدا را من رب طلب کنم بعد از وضوح حقیقت توحید؟ حالانکه او رب هر شهر، من غیر خدا را حاکم قرار بدم حالانکه او اختیاردار هر شهر. کس نمی کند هیچ نفسی مگر بر علیه خودش. هر گناه نفس بکند بر علیه او هست، نیکی کند برای او هست. و پردای قیامت هیچ کسی بار دیگری را نمیتواند حمل کند. لا تزر وازرة وزر اخرى، حمل نمی کند هیچ نفس حمل کننده ای حمل نفس دیگری را. ثم الى ربكم مرجعكم، به طرف پروردگار شما رجوع همه شما هست. و شما را خبر می کند به آنچه که بودی شما در آن اختلاف می کردید با انبیا. هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله تعالی شما را جانشین کرده در زمین. و رفع بعضکم فوق بعض، شما جانشین در زمین. و 100 سال قبل ساکنان زمین دیگر بودن، نه؟ ساکنان زاهدان 100 سال قبل دیگرانه. برید از ساکنان 100 سال قبل زاهدان بپرسید، از ساکنان 100 سال قبل تهران بپرسید، خبری نیست. و اگر 100 ساله باقی مانده هوش ندارد. 200 ساله هیچ. الله شما را جانشین زمین کرده، دیگران را برده، مالکان اول را، صاحبان تخت و تاج و کرسی را، پدران تاجدار را برده و دیگران را پدر کرده. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و بلند کرده بعض شما را بعض دیگر درجات غیر اختیاری، از نظر پست، از نظر مقام، از نظر مال، بعض را بالای بعض دیگری کرده. غرض این رفعت اینه که امتحان کنه شما را در آنچه به شما داده است. شما به قضا و تقسیم خدا راضی هستید یا نه؟ ان ربک سریع العقاب، رب تو سریع العقاب برای کسانی که باز نمیآیند از اعمالهای زشت. و رب تو البته غفور و رحیم است برای کسانی که ضعف دارند، غفور رحیم برای کسانی که کاملا جنت میدهند. الله سبحانه و تعالی شما را آفریده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.